درود و پیام بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز. امروز سنه 28 ایون 2022 سفر رسمی بوزی کلی ولادیمیر پوتین به جمهوری تاجیکستان. این بوز امروز پای ناپاکش رو و پای افلاسش رو به دوشنبه ماند. این بوز یک نقشه ناپاکی دارد. بوزی ولادیمیر پوتین میخواهد که یک انسانی بوز، یک انسانی بسواد، یک انسانی دوست، غارتزن، جنایتکار، خائن، اوباش را در این سرزمین تاجیکستان پیدا بکند و به این بوز کمک و دستگیری کند تا اینکه یک جنایتکار رو بیارد در بالای ملت مظلوم تاجیکستان رئیس جمهور بماند. انشاءالله دعاگوی هستیم که این جنایتکار و این بوز به نیتهای ناپاکش نخواهد رسید. چطوره که ما و شما میبینیم که جنگ اول در روسیه در اوکراین شکست خورد و کشورهای پس و شوروی مثل گرجستان، مثل آذربایجان، مثل قرقیزستان، قزاقستان روز تا روز کشورهای دیکتاتوری شکست خود رسیدن، مثل کشور همسایه ما و شما افغانستان باره. به همین خاطر گرد اطراف پوتین روز تا روز تنگ شده است. دیگه این کلیتش رو گم کرده است. به همین خاطر برای منفعت خودش به تاجیکستان سفر کرد. ولادیمیر پوتین یقین میدوند که روزهای نزدیک در تاجیکستان شورش است. این بوز میدوند که اگر آزاد اندیشای این ملت و این ملت انتخاب کنند، اگر جوانمرد این ملت رو سر قدرت بیایم، آزاد اندیشای این ملت، تمام مهاجران این ملت که در روسیه در عذاب و مشقت قرار دارند، همه به سر بلند به این سرزمین برمیگردند و در کشور روسیه برای شهروند تاجیکستان دیگر قانون شکنی و آدم کشی و تهمت، زندان کردن، مردم رو در جنگلات تنها کشتن و 3-4 هزار انسانی رو که هر سال به تاجیکستان تعهد میفرستند، این کارها ادامه نخواهد داد. به همین خاطر این بوز میخواهد که اگه جنایتکار رو در تاجیکستان راهبر بماند، نه اینکه ملت تاجیک یک راهبر رو انتخاب کند. این بوزی کلی ولادیمیر پوتین. انشاءالله این بوز، این خائن به نقشه های نیت های ناپاکش نخواهد رسید. خداوند لعنت کند این بوزی کلی ولادیمیر پوتین رو.